نهار چیه؟ سبزی پلو با ماهی. عظما ببین خودش شروع میکنه ها. اگه زدم شل و پلش کردم نگید تقصیر من بود ها. زاگت خیلی سرمون میخواستیم یه نهاری گفتونیم ها. هبرام بگو ببینم مملکت چه خبره؟ قربان، تیم ملاکی کشته شد. روسیه و چین هم که ما رو ول کردن به امون خدا. مردم هم که روز به روز بیشتر تو خیابانا غباروبمون میکنن. خلاصه بدجوری آن گوزمان شدیم. هی به اون ریش فلفل نمکیت قسم، شبا کابوس تیر چلاپر میبینم. عظما شما نگران نباشید. من رفتم گفتم دیگه نیان. از فردا دیگه نمیان. تو خفه بمیر بابا. برو نون و پیاز و شامید رو بخور. تا حالا 10 بار گفتی فرداش بدتر اومدن. ابرام برو به اصلاح طلبا بگو بیان یه شروری بگن شاید اوضاع آروم بشه. عظما جنسی که زدید اسب بودا، کامل تو فضایید. اصلاح طلب کجا بود عظما؟ ملت میگن تموم ماجرا. جهنم و ضرر. بگین بیان جلسه گفتگو نقد سازنده بذاریم. قربان گذاشتیم. اغتشاشگرا زدن نطقمونو کور کردن. ای بابا این که نشد که. برید بگید ایران داره تجزیه میشه. عظما جواب نداده. همه از لور و ترک و کرد و فارس و بلوچ مثل کوه پشت هم واسطادن. دانشجوها رو مسموم کنید خب. عظما کردیم. بدتر شد. اعتصاب غذا کردن. من دیگه عقلم به جایی قد نمیده. بذارین فعلا نهارمون رو گوف کنیم تا ببینیم چی میشه. نهار چیه؟ عدس پلو با ماستش. ای بیچاره شده.